خب شبی چقدر در میاری؟ شب 2 2 تومن در میاری شبی؟ بعد پولشو به کی میدی؟ به خالم. خالت به غذا میده؟ بابات چی کاره است؟ بابام زن بود. خب زن برد الان چی کاره است؟ نمیاد تو ببینی اصلا؟ نه. چرا؟ تو شبا کجا میخوابی؟ اینجا الان میمونی تو خالت بیاد دنبالت؟ آره؟ خالت ماشین داره؟ نه. همجوری نمیده. به خودت میری تو شب میری خونه؟ خواهر برادر نداری؟ نه. تنهایی؟ اسمت چیه؟ نفترن. اسم تو چیه؟ نفترن. مثلا که اسم دختره. دخترم. تو دختری؟ اه! شوخی نکن. خدا. من فکرم پسری که خواه ولی نه خوشگلی. میخوای چیکاره شی بزرگ شدی؟ دکتر دوست داری بشی؟ درس خوندی؟ درس میخونی اصلا؟ کل چندمی؟ مدرسه میری؟ نه. نمیدونم. چرا مدرسه نمیری؟ به خالت بگو تو رو بفرسته مدرسه. بگو من که شبی 2 تومن برات در میارم که. چند سالته؟ نمیدونم. اصلا نمیدونی چند سالته؟ عجیبه نه؟ عجیبا غریبه واقعا. خدا رو دوست داری؟ خدا کمکت میکنه. منو میبینی من الان پول ندارم به قرآن وگرنه بهت میدادم. خودم بیچاره‌ام. اینجا دانشجوام. تو اون کلوب بچه ها پول دارن رفتن توی سری نمیگم. الان رفتن تو نمیگم. بیرونت میکنن؟ چرا؟ شام خوردی؟ نه. چی میخوای بخوری شام؟ برو اینجا ساندویچی بهت چی نمیدن؟ نه. چرا؟ نمیدونم. الان دوست داشتی چی بخوری؟ نمیدونی؟ یه چی بگو دیگه. نمیدونم. پول بدن؟ چقدر بدن؟ هر چی باشه. هر چی بدن؟ هر چی باشه. پول داری؟ پول؟ پول اصلا ندارم. یعنی من که پولم نیاوردم کسان بچه ها میمون از میگه چقدر بدم خوبه؟ هر چی باشه. دلم واسه سوخت. از این برو به این خانومه چسب شو ببین بهت میده. بگو من پول بده بعد بیا اینجا بازم. من بهش 200 تا بهش میدم. نمیدونم. چی گفته؟ برو کنار. آدمای مثل این میدونی هیچ عاطفه ندارن. تو بزرگ شدی سعی کن اینجوری نباشی باشه. من الان یه پول بهت میدم ولی اینو به خالت نده. خب برو چی واسه خودت بگیر بخور. بیا جان باید حرف بزنم بازم. وقت نگفتی موقع چی کارشی آخر؟ دوست داشتی ماشینت چی باشه؟ تراک دوست داری؟ آفرین. خب پول در میاری به خالت نده. خب دیگه خودت همینجور شب بخور دیگه. مگه میزنه تو رو؟ پول نیاری میزنه؟ حالا گفت برو پول بگیر بیا. اگه پول نگیری بهت میزنم. خب تو چرا به بابات نمیگی؟ بابام نیست. بابات کجاست؟ زن بود.